بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز میخوام کوتاهک همراه شما درباره آیا جایز است که در شریعت پیش راهی حامله دار شوی رو گیریم صحبت میکنم. بعد از صحبتی که درباره ابورت یا خود سقطی هم داشتم، بعضی خواهران خیلی خطا فهمیدند که گویا که در اسلام تو 9 ماه پس بعضی خواهرها تولد میکنن یا هر ساله تولد میکنن، پس اینا چی کار کنن؟ اینها که قوتشان نمیرسد، یا یک زن تا چقدر میتواند صاحب فرزند شود؟ عزیزان، وقتی میگویم در شریعت کودک کشتن ممکن نیست، ابورت کردن ممکن نیست، که این همان کودک کشی است. پیش راهی حاملگی را گرفتن در شریعت در نزد جمهور علما، یعنی 4 مذهب اهل سنت و جماعت با خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داخل جایز اجازت میدهند. یعنی وقتی میگم ابورت مطلقا ممکن نیست، این معناش این نیست که پیش راهی حاملگی رو با سپرال باشد یا بعضی نمود داروها یا هر راهی که هم باشد گرفتنش هم ممکن نیست. در ما اگرچه 2 نمود حدیث است. یکی حدیث در صحیح بخاری هست، حدیث جابر، که میگن در زمان پیامبر ما از حامله دار نشدن همسرانمان پیشگیری میکردیم، در حالی که قرآن نازل میشد و ما رو منع نمیکرد. دیگری حدیث در صحیح مسلم است که وقتی به پیامبر گفته می شود که از این که ما کودکان معده شیرخواره داریم احتیاط میکنیم یا خود پیش راهی حاملگی رو میگیریم، پیامبر میگن کاش این کار رو نمیکردید، هر چیز با تقدیر خودش هست. هر چیز با تقدیر خودش است. از اینکه حدیث 2 نموده است، بعضی علما اگرچه میگن تو خواهی نخواهی هم چون تقدیر به دست الله هست و مرگ و زندگی به دست الله هست، تو خواهی نخواهی هم کودک به دنیا می آید. بسیاری ها می دانید که از بالای سپرال هم حامله دار می شوند، از بالای دارو خوردن و 1001 راهی دیگر هم. بعضی علما میگن بهترش نکنید، اما جمهور علما یعنی اکثریت علما این چونین در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم اگر به کتاب های خود فقه ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی در مختصر قدوری هم آوردگی هستند، ببینید اگر زن و شوهر هر دو راضی باشند، هر دو مصلحت کنند به سبب هایی که مثلا یا کودک معده دارن، یا اینکه زنک بیمار است، یا اینکه یک شرایطی هست که الان آنها میدونند که بهترش فرزند به دنیا نآید، میتوانند پیش راهی حاملگی را گیرند. و پیش راهی حاملگی را گرفتن میدونید که در عصر 21 هستیم و 1001 نمودش هر روز هست و این معنیش این نیست که تو حامله دار شو رو ابورت کن. چگونه که اینقدر برای ابورت همه برای خود راه پیدا میکنن، برای پیش راهی حاملگی را گرفتن هم اگر خواهند پیدا میکنن. اما وقتی میگیم در شریعت پیش راهی حاملگی را گرفتن را جمهور علما و این چنین لجنه علما چی در مصر باشد چی در عربستان سعودی باشد اجازه میدهد، یک چیز رو اجازه نمیدهند: کاملا زن را عقیم و نازا کردن یا به گفته اصطلاح زنانه تربه هایش را محکم کردن را یگان عالم اجازه نمیدهد، مگر به یک شرط. اگر یک طبیب نه یک چند طبیب بگویند که بعد از این اگر این زن حامله شود به این زن ضرر جدی می شود، این زن سلامتیش را کاملا از دست می دهد یا حتی جانش را می دهد، در این وقت برای حفظ جان مادر را کردن جایز است که زن تربه هایش را دوزاند، برای آنکه دیگر راه برای حامله دار شوی او نیست و یک طبیب نه یک چند طبیب او امر میکنند، توصیه هم نه، فرمایش میدهند که دیگر نباید هرگز تولد کنی. اما اینکه من 6 کودک دارم یا 4 کودک دارم، یا اینکه بعد از این من زندگیم خوب شاید نشود، یا اینکه من اصلا کم بغل هستم، برای همین من دیگر کاملا تربه ها را میدوزانم یا خود را تماما عقیم و نازا میکنم، عزیزان این کفران نعمت است و جسم سالم خود را بیمار کردن است. یعنی جسمی که الله به تو ساق و سالم داده است از رحم آن را تماما نابود کردن و بیمار کردن است. برای همین به این یگان عالم اجازه نمیدهد. اما در مسئله چی از جهت سوزندارو باشد چی سپرال باشد، خیلی مشهورش بین زنها، مادامی که زن و شوهر هر دو اتفاق هستند، به این چی خیلی گفتم اکثریت علما و حتی جمهور علما اجازه میدهند.
پس این بود صحبت کوتاه من همراه شما درباره ماندن سپرال یا اینکه پیش راهی حاملگی را گرفتن که بسیاری خواهرها درباره آن پرسیدید. و اینجا چیزی دیگر در آن است که عزیزان وقتی میگوییم پیش راهی حاملگی را گرفتن ممکن است، باید این را بدانید که طرز پیش راهی حاملگی را گیرید که به جسم مادر ضرر نرساند، برای اینکه قاعده مشهور است در ما لا ضرر ولا ضرار، نباید نه به خود ضرر رسانیم نه به دیگران ضرر رسانی. یعنی طرز باید پیش راهی حاملگی گرفته شود که انسان یعنی به سلامتی زن ضرر نرسد. و چیزی دیگر وقتی که یک عائله مسلمان یک مدت پیش راهی حاملگی را میگیرد، برابر این یقین داشته باشید که اگر الله خواهد 1001 پیش راهی حاملگیری باشد هم فرزند به دنیا می آید. و عیناً همین حادثه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شده بود که مرد وقتی میگوید من نمیخواهم فرزنددار شوم و میخواهم احتیاط کنم یا پیش راهی حاملگی را گیرم، پیامبر میگویند خواهی بگیر، اما بدان که اگر الله خواهد فرزند به دنیا میآید، که پس از مدت میگوید همسر من حامل است. یعنی شخص مسلمان یقین داشته باشد که اگر پیش راهی حاملگی را گیری هم یک الله بخواهد و مقدر باشد، فرزند به دنیا می آید. این بود صحبتی من همراه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله در موضوع های دیگر که با این موضوع وابستگی دارد در برنامه های دیگر صحبت میکنیم.